ایدی قربان در دهه دوم ماه ذوالحجه قید کرده می شود که یکی از رکن‌های اساسی آن قربانی کردن است. در روزهای دهم، 11 و 12 ماه ذوالحجه قربانی کردن مهم می باشد. قربانی کردن یکی از شرط‌های اساسی و شعارهای اسلام محسوب می‌یابد. تاریخ پیدایش قربانی از زمان حضرت آدم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام راست می آید. در زمان آنها قربانی کرده می شد، ولی آنها نمی توانستند گوشت آن را استعمال نمایند و انتظار می شدند تا از آسمان آتش فرو آید و آن سوخته شود. قربانی کردن به شخصان واجب می گردد که صاحب نصاب هستند. خوانندگان سامانه آیلتیجی نیز وابسته به این موضوع رکن‌های قربانی، قاعده‌های قربانی به ما سوال کردند و ما به خاطر جواب پیدا کردن به سوال‌های خوانندگان سامانه تصمیم گرفتیم به شورای علمای جمهوری تاجیکستان تشریف آوریم و به این سوال‌های خوانندگان خود پاسخ بیاریم. مرحمت ما را همراهی نمایید و به سوال‌های خود پاسخ پیدا نمایید. رفتیم. البته را خوب ذکر کردید که قربانی از دوره آدم علیه السلام تا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام شرط‌های خاص خودش را داشت. البته را از زمان حضرت آدم علیه السلام باقی تا این سال جاری شرط خاص خودش را شریعت بیان کرد. در زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام قربانی بود، قربانی میکردن که شرطهای خاص خود به این طریق بود که قربانی را در یک جای میماندند، انتظار بودند که از آسمان یک آتش فرود می آمد و آن قربانی را می سوزاند. از اینجا می فهمیدند که قربانی کدامی را که می سوزاند قبولیت همو بود که مقبول درگاه الهی گشته است و از کدامی که قربانیش را نمی سوزاند آتش فهمیده میشه که قربانیش به درگاه خداوند قبول نگشته است. این طریق بود، طریقی که قربانی تا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بود. از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام تا این زمان که قربانی ذبح چهارباره گفته می شود. زمانی از دوره حضرت آدم تا حضرت ابراهیم، سیدنا ابراهیم علیه السلام از قربانی خود منفعت برده نمیتونستند، گوشت و پوستی را خورده نمیتونستند. یکی از دوره حضرت ابراهیم علیه السلام تا این زمان ما و شما را از قربانی خودمون منفعت میبریم، گوشت و پوستی را استفاده برده میتوانیم. این محدودیت از زمان حضرت ابراهیم باب ما و شما حضرت ابراهیم علیه السلام این محدودیت شرع برای ما بیان کرده است که 10 و 11 و 12 ماه ذوالحجه قربانی کرده می شود در 3 روز. روایتی هست که حضرت آدم علیه السلام که به فرزندای خود حابیل و قابیل امر قربانی را کرد که یک روایتی هست که خواهر حابیل و خواهر قابیل که باز با یکدیگر ازدواج میکردند. حابیل را خواهرش نچندان خوبصورت نبود، به روایت قابیل را خواهرش خوبصورت زیبا بود. زمانی که اینها در گرفتن خواهر نزاعی به وجود آمد، حضرت آدم علیه السلام فرزندای خود را امر به قربانی کرد. حابیل اصلا این خود چاروادار بود، یک چاروی را در یک دشت برآورده ماند و حابیل کشاورز بود، دانه را یک مقدار دانه را در یک دشت برآورده ماند. حضرت آدم علیه السلام امر کردن اینا برای قربانی بود که قربانی کدام نفر از شما اگر قبول شود همون خواهر قابیل را همون ازدواج میگیرد. بالاخره از قربانی آتش از آسمان آمد، قربانی حابیل را سوزاند. این یک نشانه بود که قبولیت قربانی در اون زمان بود. شرط و شرایط قربانی قبول شدن همین بود. در بین وقتی قربانی که حابیل قبول شد، قابیل حابیل را دست درازی کرد که من شما را قتل می سازم. حابیل در جواب گفت که من
اگر هرچند که برای ما دست درازی میکنیم، ما دست درازی به طرف خود نمیکنم. بالاخره به قتل انجام قتل کردم. علت اونا قربانی ایمی بود که حابیل به طرف برادرش گفت که الله رب العزت قربانی را از آدم متقی، از آدم پرهیزگار قبول میکند. یک قصه قرآنی است. قربانی یکی از شرط های قبولیت چیزی است که آدم پرهیزگار متقی باشد. به نصاب است. البته عبادتی هست که باید یکی از شرط های قربانی که واجب میشود بالای آن نفری مسلمان عاقل بالغ باشد، بعد پول و مالش به نصاب برسد. آدم قرضدار واجب نیست بالای سر اون، بالای واجب نمیشد که قربانی را انجام دهد. البته شریعت برای ما و شما سن و سال حیوانات را معین کرده است. اگر بوز و گوسفند باشد از 1 ساله بالا، از 1 ساله پایان جایز نیست. البته در حالتی که بوز و گوسفند 1 ساله 8 ماه هست، 7 ماه هست، 9 ماه هست، نی که بچه‌نی 1 ساله قد و قامت و گوشت و پوست دارد، البته می شود که قربانی کنند. یکی از گاو و از گاومیش از 2 ساله بالا، شتر باشد از 5 ساله بالا. اگر گاو و گاومیشی که 1 ساله و 8 ماه و 9 ماه هم باشد، بچه‌نی 2 ساله و 3 ساله گوشت و پوست و قد و قامت هم داشته باشد، سالش اگر نرسد در قربانی کردنش جایز نیست، قربانیش قبول نمیشه. برای که حق مشارکت هست در گاو و گاومیش. در شتر اینها باید از 2 ساله بالا و اشتر از 5 ساله باید بالا باشد. شرط همین است. مال قربانی باید مالی فربه باشد، علت نداشته باشد، کور، کرچ، چلاق نباشد. مالی که 1 ساله هم باشد یا 2 ساله هم باشد یا شتری 5 ساله هم باشد، اگر بسیار ضعیف باشد، لاغر باشد، کور باشد، قربانی نمی شود. البته هز یک کار خوب به جای خودش ثواب دارد، برکت دارد، لیکن تخم مرغ یا که گوشت خریدن یا که یکم صدقه به جای قربانی کردن، این قربانی که شریعت امر کرده است به جای او ادا کرده نمیشه. قربانی مراد از ذبح چاروا است. در چه دهم و 11 12 ماه ذوالحجه. مستحب است، خوب است که صاحب قربانی خود به دست خود قربانی کند. اگر نمیتواند کسی دیگر هم اگر امری به کشتن یا نحر او گاو یا شتر کند می شود، جایز است. ثواب هست. نو پیشتر ذکر کردیم که انسانی که قربانی میکند به دست خودش اگر مال چاروای خریده اش یا گاو یا گوسفند یا که گاو میش یا شتر رو به دست خودش قربانی یا نحر کند، اولاتر است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دست خودشون قربانی میکردن. از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یک نفر استطاعت ندارد، یک نفر وکیل میگرداند که قربانی و مال ذبح کند. اگرچه باید مستحب است که بالای سر همو باشند. شرط اسلام، شعار اسلام این است که نه ضرر رسانیدن است نه ضرر گرفتن است. و جایی که ترس و وهم است یا طفلا هست، اگر حاضر برای ترس و خوف باشد حاضر نشان خوبتر و بهتر است. اصلا بعضی زنهایی هست که شوهر نیست یا شوهرشون از دنیا وفات کرده گذشته، اینه که مالشون به نصاب میرسد، البته قربانی بالای مرد و زن مسلمان و بالغ و عاقل چی است واجب است که قربانی اگر مالش به نصاب برسد البته قربانی باید کند. شرط است که گوشت قربانی رو پخته تقسیم کنید؟ این شرط نیست. قربانی مستحب است که گوشت قربانی 3 تقسیم شود. 1 تقسیم برای خاندان، 1 تقسیم برای یار و دوستان، 1 تقسیم برای خویشاوندان همسایگان. 3 تقسیم و چه مستحب است. یک نفری که قربانی میکند که احتیاجتر خودش است برای گوشت، اگر همه گوشت با همراه فرزندان و خاندانشون اگر استعمال کنن، ایش هم جایز و درست است. البته مال انسان به نصاب رسید قربانی بالاش واجب میشه. اگر غیر این اگر به نصاب نرسد انا قربانی برای واجب نمیشود. ثواب دیگه در روز عید قربانی پیش از عید قربان 9 عرفه را روزه گرفتن، با دعا و شب رو نماز خواندن، با تسبیح تهلیل، این ثوابی به شما رو الله رب العزت برای اینا عطا میکند
که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان می‌فرماید، در سنن امام ترمذی ابن ماجه روایت شده است، هر نفری که روز عرفه را اگر روزه میگیرد، شبش را طاعت عبادت میکند، الله رب العزت گناه سال جاری و گناه سال آینده آن را میبخشد. البته شریعت برای بز و گوسفند، یک نفری بز باشد یا گوسفند باشد، حق مشارکت ندارد. این حیوان یک نفر یک گوسفند یا بز قربانی میکنند. اگر گاو یا گاومیش یا که شتر باشد، 7 نفر حق مشارکت در این حیوانات دارد که یا 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر میتونند در یک گاو یا گاومیش یا که شتر شرکت ورزند، حق مشارکت دارند. در گاوی که 7 نفر شرکت کردن یا که حق مشارکت دارند، اینها اگر 3 نفر باشند، گاو 90 کیلو برآمد، 30 کیلویی باید برابر تقسیم می شود. مالی که حق مشارکت در اون گاو هستند، اون نفرها که در یک گاو حق مشارکت دارند. کله و پاچه و دم و پوست این گاو را فروخته باید نشود، باید صدقه داده شود، برای مسکین فقیرها صدقه کرده شود، فروختن جایز نیست. در این 7 حقی که در گاو یا که شتر حق مشارکت هست، اگر نفری از اینها نیت اونها اگر گوشتخوری باشد، همه نفرها از قربانیش ثواب قربانیش میشد محروم میمانند، قربانیشون قبول نمیشد. باید نیت خالص باشد. نفرها است که در اجاره زندگی میکنند که نصابشان هست، پول و مالشان هست، یک نفر خانهش را فروخته است تا خانه یافتند، در منزل اجاره منزل گرفته زندگی میکند. اگر نصابشان برسد میکنند، قربانی واجب است که بکنند. اگر نصابشان برسد، نادار باشند، فقیر و مسکین باشند، اونا قربانی قبول میکنند، قربانی بالاشان واجب نیست. اول ماه ذوالحجه از دهه آخر ماه رمضان دیده کرده فضیلت و برکت بر زیاد دارد. شبهاش البته شبهاش نیست، از روزهاش. امروز روزهای دهه ذوالحجه را برای ما و شما خداوند مبارک بگرداند. عبادت های ما را، روزهای ما را، توبه و تضرع ما را به درگاهش قبول فرماید. از ما ارواحانی گذشتن، بابا و اجدادی که از ما گذشتن، امید دعا دارند در این دهه مبارک خدا کرده باشد که قبرهایشان را باغچه از باغ‌های جنت بگرداند. باید به حرمت این دهه مبارک صلح و صلاح و آرامی وطن عزیز ما و شما را تا قیام قیامت نگه بدارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.